داداش چی میخوره اینقدر بدنت خوب شده؟ بچه بدن حقی داره حاجی، واقعا بدن حقی داره. سلام بچه ها، چطورید؟ علیسیس هستم، خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من. امروز با هم اومدیم یه ذره کلیپ گردی کنیم، اینستا گردی کنیم، یه ذره حالمون خوب شه، یه ذره بخندیم. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. چنل رو حتما ساب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. سوالهای مسخره مامانا. بریم برای اولین ویدیو. امیر حسین داری میری بیرون؟ ها؟ داری میری بیرون؟ آره دیگه. امیر حسین اومدی خونه؟ امیر حسین رفتی بیرون؟ امیر حسین اومدی خونه؟ چجوری واسه سوال پیش میاد؟ اون غذا آماده شد؟ امیر حسین گوشتته؟ ها؟ گوشتته؟ اشمام ریخته به خدا. سلام ماما، خوبی؟ سلام، کجایی؟ به کجا زنگ زدی؟ تلفن خونه دیگه. بعد میپرسه کجایی؟ سر گوش خاله فرشته رو دیدم. مامان سلام دادی بهش؟ به چون مادرم دیگه نمیکشم. به خدا 7 خلو زاییدم مون. نه اومد جلو گفتم حرامزاده. پس گرفتم زدمش قد گوری. خب راست بین چه سوالای مسخره میپرسن آخه؟ نمیدونم. مامانن دیگه نمیشه کارشون کرد دیگه. واقعا چرا پسر کمتر آب میکنن؟ واقعا ماده بیهوشیه این الان. آجی میترسم. نزنی نزن. عجب کسخولیه. رفت او کسخولیشه ماده بیهوشی. دیگه نمیگم سر تو گوشی. مامانم بدونیش دلیلی تو کشه سر تو گوشیه. ها 24 ساعت. وای عزیز خداست. کاری نکردم. وای زنگ زد به باباش. آره احمد پسرت میخواد منو بزنه. راست میگه خدایی رو راست میگه. آخه واکنش مامان وقتی تو بازار گریه میکنن که عصب بازی آرم بخوره. یه گوش بگفت تخم سگ فکر کنه گفت یه تخم سگ فکر کنم گفتش. وقتی یه نصف روز مامانم خونه نیست، آشپزخونه رو آتیش زد. تموم شد. در بسته فکر کنم. تماس تصویر با مامان. سلام مامان. سلام مامان جان. گوشی یکم بالاتر بگیری. چیکار کنم؟ کجا بگیرم؟ آره گوشی رو بیار بالاتر که ببین. چی؟ مامان بیار بالا. مامان میشه فقط قرمز رو نزنی چون کجا؟ قطع میشه. حواست باشه. اذیت قرمز نکنید کدومه که بگیرم؟ اذیت نکنید. نه مامان کلا. زد. چیکار کردی گوشی ما که خراب شده که اصلا نمیبینه؟ بعد از شارژ دود کشیدیش؟ گوشو خراب کرد. الو اذیت نکنید مامانا رو. وقتی به مامانت میگی میخوام برم بیرون، بیدارم. مامان 1 ساعت دیگه منو بلند میکنی؟ میخوای کجا بری؟ میخوام برم بیرون. خیلی خوب. 1 ساعت دیگه منو بلند کن. باشه. مامان 5 ساعت من خوابم. گفتم 1 ساعت دیگه منو بلند کن. بیداری کردم. خب بیدار نشدی. کی منو بیدار کردی؟ بابا تمام همسایه‌ها بیدار شدن ولی تو بیدار نشدی. رفتم بیرون رفیقام. من فردا امتحان دارم. 1 ساعت میخوابم. منو بلند کن درس بخونم. 1 ساعت زیاده پسر. 40 دقیقه بخواب. 40 دقیقه. فرقی نداره. بلندم کن. امیر حسین ای امیر حسین فردا امتحان داری. پاشو دیگه. بابا کلا 1 رو بخوابیدم. امیر حسین مگه نگفتی کار دارم؟ پاشو دیگه. بابا امروز جمعه است. ای وای من نمیدونستم. بابا چرا اینطوری میکنی؟ واقعا چرا اینطوری میکنه؟ کلاش حسادت پسرا اینطوریه. چقدر کراشه. میگم خیلی هوس قهوه کردم. یه قهوه برام میگیری؟ بگو مرداد صدیقیان بگیرم. عشق من کیه؟ مرداد مرداد صدیقیان. صدیقیان. یه زن نوشابت بودی من بخورم؟ برو برم مرداد بگو. صدیقیان بگیر. میگم خیلی دیر وقته، میشه من برسونی؟
بگو مهرداد صدیقیان برسونت. اینا راستیه، خدا اینا راستیه. به سطح پسر اینطوریه واقعا. داداش چند تا سوال میخوام ازت بپرسم. میخوام بدونم چقدر با فرهنگ لغت مادر آشنایی. بپرس. این آشغالایی که میذاری تو گوشت، هندزفری یا ایرپاد؟ این آشغالی که شب و روز دستته، گوشیم. این آشغالی که همش سرت توشه، گوشی. لپتاپ یا کامپیوتر؟ نه. این آشغالی که میخوری، لواشک، پاستیل، چیپس. این آشغال دونی، اتاقت. این آشغال خودم. خدا. قشنگ بود. چقدر شد؟ چقدر شد؟ قابل نداره کلم 500 الو خونا یه حساب کردم باشه خاموشش کنید الان میام میگه خاموشش کنید من الان میام. یه رفیق من اینطوریه، محمد اسمش. خب دقیقا همینطوری هر موقع خود حساب کنه یه بهونه دستی و تلفنی زنگ میخوره نمیدونم یا نمیدونم یکی باش کار داره میگه صدا میکنه. دقیقا همینطوریه. محمد توف تو روز بیاد. در خوابگاه پسران چه میگذاره؟ bebeğim sana ömrümü verdim bebeğim sana gönlümü verdim bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim ah bebeğim ah bebeğim. What are we eating today? غذا چی داریم؟ سالوتی که از مامانم میپرسم بابام. Mama, where's my sweatshirt? Mama, where's the remote? Mama, where should I park? Mama, can I drink some water? Mama, how do I fix a flat tire? Mama, where are you going? Mama, can I eat some chocolate? Mama, can I go outside? Mama, what should I get my cousin for his birthday? Baba. Where's Mama? وای اینو راست میگه. بابا مامان کجا؟ پدر مادر از مرز رفتنشون حرف میزنه. واقعا حرف میگه واقعا. حالا این خوبه. من بابام برام تعریف میکرد که میرفتیم تا بگم انقدر آره دیگه از زمین فکر کن تا اینجا میگفت برف میمد مدرسه تعطیل نمیکردن. میگفت تو راه مالی 30-40 بار سر میخوره صورتتون میخوره زمین اصلا تعطیل نمیکردن. حالا نمیدونیم یا کلا مشکل فکر کنم جهانیه. این الان این کلیپ خارجی درست کرده. این کمربند نداره. علی خدا کمربند نداره. علی خوش یا رضا یا خدا یا موسی برزا یا مغیر یا رضا نبیمانجا یارو کلا دیگه برسه پایین فکر کنم قشه رو کرده یا هم بالا قشه کرد. یادم وقتی میگم این فصل روی امتحان نمیاد اینم که نمیاد فصل 5 هم نه ولش عد همون میاد بگیریم بخوایم دیگه. دقیقا همینه مشکل همینه دقیقا. نمیدونم چه جوری هستن. خب بچه‌ها به انتهای ویدیو میرسیم. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم کلی خندیده باشید. درست سال اولی ویدیو بود ولی در ادامه بهتر خواهد شد. لایک ویدیو هم یادتون نره. چنل رو حتما ساب کنید. یه حمایت کوچیکی از من بکنید. تا ویدیوی بعدی پیس.